زیری کفرو بای شمایان عزیز مرحبا بیام فراموز رجام به نزد من اگر بیمار باشد و یک بیت زیبایی جمشید مخفانپور را که من از یاد کردم همین بیت همین شعرهای شاعر جوان نسبت همین حافظ سراینده ممتاز ما شما بود. امروز بیایید با گواهی شمایان بهر این حافظ جوان باری اول است که از زبان خود قرائت کنم. صدای تو جهان را شاد سازد، زمین و آسمان را شاد سازد. صدایت پاره سازد دشمنان را ولیکن دوستان را شاد سازد. صدای تو صدای شیردار است، تمامی همه پیر جوان را شاد سازد. صدای تو ذکری دل براید، وجودی همدلان را شاد سازد. صدایت راز عشق است و محبت، تمامی همدلان را شاد سازد. روانی با صدای تو ببالد، صدای تو روان را شاد سازد. این لحظه زیری کفکوبی های شمایان مردمی سرفیان سلامت الله جان می‌سراید یک جای بسانه مرحمت آباد باشد جوانی با استاده مرحمت سرود از طرف شما و رفت مردمی سرفیانی باستان شامل بار دیگر همکاران عزیز.